من آخرین بار در بیمارخانه شهری نمر 2 خیر کرده بودم. برای بیمار معیوب، برای معیوبان برای روز خیر کرده بودم. من فکر میکنم که از همه خیر زیادتر با حیوانات میشوند، با سگ‌ها، گربه‌هایی که به صاحبان در کوچه ها میگردند. من با آنها بسیارتر و خوراک‌های باقی مانده که هست از در مصر نپرداخته به آنها میدهم. فکر میکنم که در این ماه شریف رمضان از همه کار خیرتر این میشود. هر روزی که نسترینم ساز باشد، کارم ساز باشد، خیر میکنم، سخاوت میکنم. آدما به یگان کس یاردم پرسد یاردم میکنم، فقط خیر و سخاوت میکنم خیر. کاری خیر گپ زدن شرط نیست و درست هم نیست، برای اون که باید آدم همچنان خیر کند که با این دست کند دست دیگرش نفهمد. خیره که کردی و بعد او را گفتی او مینت میشه ولکه. خیر نمیدونم راست دیگه من که کاری خیر کردگی خودم رو در نزد خداوند نمیدونم چی کاری خیر کردگیمون. خیر وقتی که هر وقتی که از رای میگذارم با نیازمندان با محتاجان خیر دست دراز میکنم. کاری خیره که من وقتی آخر کردم این همین روز بود. برای یک زنک سراغ یک کس دفتر بود، برای وی همونجا رو نشون دادم. دورایی که من در هفته بعد کار میکردم خیلی میافتم، سیوز بود، خیلی میرفتم میدیدم یک کمبغل همونجا داشتگی یکی چیز اکیسا میروردم خیلی میکردم. این هم میکرد.